سال پیش تابالی میگی آمریکا کافر است، تلفن، تلویزیون، کمره و قلم و کتاب حرام است. شما خود فروش، دین فروش و تن فروشید. دانشگاه را میزنید، دعا و ترام حلال است. رقص، موسیقی، محبت و عاشقی حرام، بچه بازی حلال است. تهمت و مزدور پس لندانی در همه اماراتی، زنجیر گردن در دست دلار آمریکایی، خشت و کلافشین گفت آمریکایی، عقل و بینصب از دین لنگای ملای پاکستانی. آمدی چادر برقه سر زن آریایی میندازی. چادر بزن، خانگی بزن، مکتب با هندون نمیرم، مردا 4 زن میکنه. امر و نهی به ملت، بربری و جنایت، آزادی و امنیت هم مصدوم میکنه. یکی از قبرستانای دست جمعی تا و بالا، از زیر شلگی حقانی و داعش و طالبا. بریم بگویا آیا اونجا زندگی حلاله؟ ملایی که تجاوز میکنه اما امر سنگ و سار صادر میکنه. بریم بگویا عدالت کجایه؟ مردمی که از یک تار موی مدینش میلرزه. بریم بگویا اسلامیت کجایه؟ از قدیم یک گپ داشتیم که میگفت تخت و قارون نمان تاج و سلیمان. تو فراموش کردی که ابرا موقتیت پیش نور خورشید تابان. مگه میشه کند درخت را که ریشه هایش میرسه تا به آسمان؟ ای وطنم میسازیم، هم وطنم میاریم، به خدا تقدیم کنی با شکوتر میسازیم. ما به دانشگاه